سلام برام، چه خبر؟ امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدید با یه ویدیوی ترسناک دیگه. بچه ما قراره به یکی از نقطه اونجا این محله بریم که از این جاده بریم اونور میخوره که باید اونجا بریم. بچه لایک و ساب بهتون نره، بچه چنل ما هم سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، عشق منید. لیتس گو. خب دوستان، ما داریم حرکت میکنیم اونور و یک چیزی اینجا هم دیدیم که 3 تا فرغون دورشویی هم باشه. خب دوست جدیدمون آقا آرمین گلاب تو ویدیو از اومد ما رو همراهی میکنه. خب بچه ها بریم برای ادامه ویدیو که ببینیم چی دستگیر میشه و چی شکار میشه. بچه مثلا اونورا خیلی جنزی های مثلا آره مثل این ساختمونه. خودمون تصمیم اولش هم داشتیم که بریم این ساختمونه نرفتیم. بریم آقا بریم. نه میگن که این ساختمون کلا در جلوش قفل و نمیشه رفت. آره میگفتن اسمش هم پیام نور سال 1398 بوده 7 بوده. این داشتن درست میکردن، بعد به مشکلی خوردن، جن داخلش پیدا کردن، بعد دیدن که اصلا نمیشه جن گیری کرد، به خاطر همین این الان مخروبه شد. اون ساختمونه که الان داریم میبینیمشون دیگه. آره بریم اونجا و چیزی از که میشه. و بعد دوستان رسیدیم یکی از وسطای اونجایی که قرار بود برسیم و رسیدیم و این ساختمونی که پشت سر ما میبینید شهرداری اونجا رو میذاره که هر کی بتونه خونه بگیره اونجا بسازه، که یه خفاش میاد اینجا رونه میزنه و یه همه خفاشا میاد اینجا و دیگه زندگی میکنن. دیگه این میشه که همه میان اینجا زندگی میکنن و همه خفاشا و دیگه جنمنا هم میان، اجنه و جن و اینا هم میان اینجا شروع میکنن به زندگی کردن، پرسه زدن تو این محله و دیگه همین جریانشو که شنیدید دوستان. خب دوستان این از پایان ویدیو. این ویدیو پارت 2 هم داره دوستان و در انتهای ویدیو خودتون فهمیدید چی شد و چی نشد. خب دوستان ویدیو رو سابسکرایب کنید بچه ها، فالو بعد لایک کنید، فالو هم کنید بچه ها. دمتون گرم، عشق منید. تا ویدیو بعدی بدرود.